خوش اومدید. امروز با یه برنامه زیبا و محتوای جذاب در خدمتتونیم با اصغر. سلام دیگه. اوکی شد. چطوری فدات شم؟ خوبی؟ بچه از کجایی؟ ایران. نه کجا میدونم تهران، اصفهان، شیرازی ها همشون هازی قبول داری در اضافه؟ نه چی گفت؟ دهنش بگم که دهنه خیلی سفیده. کی گفته تو دافی؟ الان تو دافی مگه؟ نه بچه هم خیلی سفید. باز دوستتون اومد یه چیزی ولی شما دوتا نه. سلام خوشگل حاجی، این از همه خوشگل‌ترم خوشگل. سلام خوشگلم. میگم اون دوستت خیلی خوشگله. نه تو مشکیه. سلام خوشگلم. کجایی هست؟ به نظرت کجا میخوره؟ بابا نگو دیگه، چرا اینقدر تو سوسی؟ تهرانی هم سفیدی. جونم؟ یا جونم؟ پس تهرانی جونم؟ منم جونم. برمی دارم میبرم تو. بیا مال ارمانی. ببینم میبرم تا به ببین ناموسم دختر بخوای جون میام میبرم تا. اگه بخوای اینجا برای لک و لور و کرد بلند پروازی بخونی پرات قیچی میخونم میدم همون شیرازی ها. من خودم دارم. من خودم شما دارید من خودم. حواستون باشه. آره معلومه. با من اینجوری صحبت نکن. با من اینجوری صحبت نکن. حالا اسمت چیه کوچولو؟ یا ابوالفضل خیلی خوب میخندی ها. کوچولو خوب میخندی ها. خوب میخندی ها. باشه. الان بچه چرا دود؟ بله. ولی باش حرف میزنیم. یادم رفت. اجازه بده. ببین من سفیدم. آره من سفیدم. چی میگوزی؟ خیلی احیانا گی نیستی؟ خب نه می به چیز داری اصلا خوب نیست بازوهات خیلی ریز نه خیلی وقت نداری کار میکنی من خودم با این این دماغ یعنی به تو گیرو منو بابا میسی. بدن منو آخه نگاه کن میگی سفیدی دختر جون. سفیدی دیگه من سفید بودم زده خیلی قشنگه راست میگه گیام سفیده آقا فوش نده اینجا خانواده نشسته فوش میدی گی گی که فوش نیست تعریفه. چند سالتونه؟ چیکار داری؟ من هم سن شما بودم الان سر درس و مشقم بودم. تابستونه الکی میگی دروغ نگو. دروغ میگی. تو چند سال؟ کی تابستون درس میخونه؟ تو تابستون درس خوندی تا حالا؟ میگن که سفیده تابستون درس میدونی چرا سفیده چون تابستون درس فوش نده بچه فوش نده. اینا یوتیوبرن. سلام چطوری؟ ما تریدریم. نه بابا الان موجودی حساب چنده؟ موجودی حسابم الان تقریبا بین 100 تا 150 میلیون. چطور؟ رو کن ببینم. موجودی حسابم رو کنم؟ داداش. اگه مردی رو کن، اگه داری رو کن. اگه خاری رو کن. داداش رو کنم. آره. خانواده ببخشید اگه بیزه داری رو کن. این دوربینو بگی رو خانم پشت من اول ببینم ما ارزش رو مامانش کردن داره یا نه. مادر بزرگم. مادر بزرگشه من فهمیدم. لباس رو نگاه دامن گلی پوشیده. داداش سلام مامان جان اله دورت بگردم. خیلی مخلصم. سلام مامان جان اله دورت بگردم. فدای شما. قربونت برم. رد نکردم. چی گفت؟ داداش بچه ها کارتون دارم یه دقیقه جدی باشی. باشه آروم باشه. بفرم. اسمتون چیه؟ اصغر. اردلان. اونم اکبره. نه دیگه پارتم میکنی؟ نه دیگه اصغر و اردلانی. اردلان جونم عزیزم. تو حرف بزن اصغر بیادبه. نه اصغر خیلی بابا من پسر چی خوبیه. گفتم مگه؟ ما خندیدم ناراحت شد. ببخشید. اصغر بچه خوبیه. اصغر دیگه نخند. باشه. بچه هاش چند سالتونه؟ همسنیم.
خب آفرین چند سال چند سالت اسخر؟ یه فیلم داره. اسخر ناراحت شد. از ضربه خفه شو نه خفه شد پیه اینا کمشینا بلده من اصلا چرا هنگ کردی اسی بهش برخورده. اسی دوست نباش اسیو ببینم اسیو میتونی از این حالت در بیاری یا نه مامان بزرگ جان؟ گوشی بده اسی گوشی اسیه. اسی هر کی اینجوری بشینه یعنی مرد نیست ماشاءالله داداش ماشاءالله داداش. باشه بیا اسی بیا قبوله قبوله. قبوله اسی بیا بلند شو. حالا جدی حالا که اینجوری شد وایسا یه دونه منم برم. یه دقیقه وایسا. داداش بچه این من. اردلان جان عزیزم جان. ببین من میخونم تو بگو صدا من 1 تا 10 چند بخون شما. میکروفونم دارم به بفرمایید. به این زودی نگودی اسخر پتو رو بیار صداش سوس داره. افغانستان. ببین من میخونم ببین صدای من چطوریه. آخه هر بار خواستم بگم که دوست دارم زبونم بند اومد بریده شده افکارم اگه باجدو از من دلم میخوای ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دوست دارم حالا با این آهنگ میگم که دوست دارم. دینگ دینگ دینگ. حالا دوست دارم قدره دنیا اصلا چیو بگیری من قلیون بکشم. من با شما صحبتی اصلا ندارم. متاسفانه باید با میکروفون حرف بزنی اسخر بهش بر. اصلا ببین اون اسم شهرامه اصلا نه من با شما صحبتی ندارم. چرا اصغر بهم گفتی این بیادبه. اصغر بابا شوخی کردم ما تو محل بهش میگیم اسخر تراپی. تراپی او مای گاد Oh my goodness. What the بابا بچه‌ها تو رو برام پای آج خانومو نگیر زشته بگیر اون من پای آج خانوم. آج خانوم سن و سالش بالاه. آج دلش خانوم بابا دلش جوونه. بو میده این پاش بو میده. آج خانوم سن و سالی ازش گذاشته اذیتش نکن. بچه ها داریم فیلم میگیریم؟ نه خیالتون راحت جایی نمیذاریم. اون بری پس فیلم میگیریم نه نمیذاریم جایی نمیذاریم. ولی دورت بگردم. یادگاری میگیریم خواهر برادرید یا زن شوهر بودید؟ این اون شوهرم لاکای من آج زن خانومو میشم. نشون نده اینقدر. بپوشون شراره های آتش بپوشون را. این لاکا رو جان من. وایسا بیا پای بابا خیلی در دیوونه بودن آجی اینا. واو شبیه امین تیجه یازی چه خبر؟ سلامتی داشت. باش میتونی؟ عشق کردی تراپیه آه. تراپیه. نه شما یوتیوب کار ما میکنین؟ تریدریم. ما تریدریم داشت. حاجی خیلی خفنین دمتون گرم. من نوکرتم. عشق منی. من چاپرتم نوکرت. فدات شم. من چجوریه باختم ترید بعدم باختم. آقا چجوریه ترید برید به من کمک کنید یه گوشی ازش بکشم بیرون ناموسن. از ما این یوتیوبریم تخصص داداش. چیزه ما تخصص یوتیوبریم تریدر نیستیم. اسخر داداشه. گوشی چیه؟ گوشی از این کسچرای شیامی. شیائومی که خوبه. خب نه نمیشه هیچکار خراب مراب شده هنگ منگ میکنه. داداش شما باید آره. کار کنی گوشتو عوض کنی راستش. چیکار؟ باید کار انجام بدی دیگه. آخه ترید من نمیدونم. داداش من یوتیوبرم پولم ندارم پولم در نمیارم این کار. جدی دارم بهت به مولا. بزن یوتیوبمو نگاه خودت. چند تا ساب داری؟ کم داداش 100 تا. میرسه خب یه روزی هم میرسه. ایشالله داداش خدا داداش اجازه میدیم ما بریم نفر بعدی چون ما سر هر کدومش میخوایم میخوام داداش یه لحظه وایسا. ما میخوایم مردم گیر بیاریم. تو رفیقمون نمیتونیم بیاریم. خب راستش اینجا داداش نگاه من آیدی چیزمو گذاشتم یوتیوبمو. اگه ساب کنی که داداش رضا الان اسکرین میگیرم. عشق منی آموز. دمت گرم. ساب ماپ میکنم. بوس بهت. ما بریم مردمو بیاریم.
برید داد برید. اینو من میگیرم، اینو من خودم میگیرمش، هزینه‌هات با من همه چی میاد. ها؟ سلام مرسی شما چطوری؟ بغلیت هم میاری داره تلفن صحبت میکنه. من متصله؟ نه داره تلفن صحبت میکنه. چند سالتونه؟ اول متولد چه سالی هستی؟ 18 86 من ماشینم رو داشت. جان؟ هیچی خوبی؟ داداش چرا اینجوری میخندی؟ ببین چند سالتونه شما؟ من متولد واقعا؟ بله. خیلی بیشتر از خورده. خیلی عالی. اسمتون چیه؟ نکن. من سارا. داره تلفن صحبت میکنه. فکر نکنم. یه زحمت میکشی سارا جون، یه زحمت پایین بذاری من بردارم. نه والا. آقا من اصلا دوست پسر نمیخوام. چی میخواد؟ آبجی میخواد؟ هیچی. قربونت. من زنت میشم. زنم میشه. مهری اگه نمیگیری میخوام. ما رفتیم. این تو آرامه. الان کدوم مال کدومه؟ همین الان اسکرین بگیر. نه خب الان کدوم مال کدومه؟ جفتش برای منه. 930 ایرانسل روش تلگرام و واتساپ و اینا. آها دمت گرم. حل. قربونه دل دورت بگردم. شب خوبی داشته باش.